سلام دوستان، خوش اومدید به آنباکس امروزمون. اومدیم با آنباکس بسته های هیروز آبی پررنگ و هیروز بنفش. میخوایم بریم مقایسهشون کنیم ببینیم کدوم کارت بهتر میده، همونجوری که تو کامنت ها نوشته بودید. بس لایک و سابسکرایب فراموش نشه و بریم سراغ ویدیو. اولین بستمون آنباکسمون رو شروع میکنیم با بسته هیروز بنفشه، جود بیلینگام و دکلان رایس و مک آلیستر. امیدوارم تا آخر ویدیو همراهمون باشید و کارتای خوبی بهمون بدید. مینی فیگور بازی، کارت ادونس خداداد عزیزی، بازیکن پاس، بروشور بازی، مینی فیگور خداداد عزیزی، برچسب کارت بیسیک مت هوملس، برچسب کارت لیونل مسی و کارت امضای کارلو آنجلوتی که یکی از کارت امضای خوبه تو دسته‌های مربی. خب میریم حالا یه بسته آبی پررنگ پدری و کاسمیرو ریس جیمز باز کنیم. ممنون میشم اگه ازم حمایت کنید، لایک و سابسکرایب رو بزنید که یا عالمه ویدیوهای خوب قراره توی این کانال بذاریم. مینی فیگور بازی، کارت بیسیک رونالد آراوخو، بروشور بازی، مینی فیگور رونالد آراوخو، برچسب کارت پریمیوم خاویر زانتی، برچسب بیسیک رابرت سون و کارت پریمیوم تونی کروز که جدیدن از دنیای فوتبال خداحافظی کرده و دیگه فکر کنم تو 2025 نداشته باشه. خب میریم سراغ بسته بنفش هیروز که تا الان ما تو مقایسمون بسته های بنفش بهتر از بسته های آبی. خب میریم آنباکسش کنیم. مینی فیگور بازی، کارت بیسیک رافائلیائو، برچسب کارت پابلو گاوی، برچسب کارت آنسو فاتی، بروشور بازی، مینی فیگور رافائلیائو و کارت جوشا گواردیول اوورال 98 که کارتای جزو کارتای خوبه. میریم سراغ آنباکس چهارمین بستمون، بسته هیروز آبی. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهیمون کردی. اگه تا اینجای ویدیو از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب بزنید و حمایتمون کنید که هر شما بیشتر حمایت کنید کیفیتی از ویدیومون بهتر میشه. مینی فیگور بازی، کارت اوبامیانگ اورال 82، کارت پریمیر لیگ برچسب کارت پریمیر لیگ ایکر کاسیاس، برچسب کارت پیل پوگبا، مینی فیگور پریم اوبامیانگ، بروشور بازی و کارت رایانز. تا الان بسته‌های بنفش خیلی بهتر از بسته‌های آبی بودن و امیدوارم بسته آبی هم یه کارت خوبی بهمون بدن. فعلا که کارت یورو یا سامرزی نداشتیم. میریم سراغ سومین بسته هیروز بنفش که آخرین بستمونه. امیدوارم کارت خوبی مثل کارت یورو، سامرز یا امضای طرح جدید بهمون بدن. مینی فیگور بازی، کارت ادونس مثبت اوزیل، بروشور بازی که خوشبختانه کارت یورو به ما میده، مینی فیگور مثبت اوزیل، برچسب کارت زامورتا، برچسب کارت مربی لوئیس انریکه و یکی از بهترین کارت یورو کریستیانو رونالدو اوورال 100 طرح یورو که از بهترین کارت هاست
خوشبختانه امروز میگه بسای بنفش امروز فوق‌العاده بودن. یه کارت یورو کریستیانو رونالدو بهمون دادن، یه دونه کارت امضای کارلو آنجلوتی و یه دونه یوشکا گواردیولا اورال 98. امیدوارم این آبی هم یه کارت خوب بده که تا الان که کارت خوب نداره. امیدوارم که این دسته آخر یه کارت خوب بهمون بده. مینی فیگور بازی، کارت مثبت اوزیل، بروشور بازی که خوشبختانه دوباره کارت یوروه، مینی فیگور مثبت اوزیل، کارت برچسب کارت زامبروتا، برچسب کارت لوئیس انریکه که مشابه دقیقاً باز هم کریستیانو رونالدو دیگه تو 2 تا از 3 کریستیانو رونالدو یورو بده دیگه خیلی نایابه و ما امروز 2 تا کریستیانو رونالدو طرح یورو گرفتیم. خب پس نتیجه میگیریم که بسته‌های بنفش از بسته‌های آبی و پررنگ بهتر بودن، ولی هر 2 تا بسته کریستیانو رونالدو 100 یورو بمونن که خیلی خوبه. ممنونم که تا آخر این ویدیو با هم بودید. ممنون میشه اگه حمایتمون کنید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. هرچی بیشتر شما از همون حمایت کنید ما میتونیم آنباکس های بهتر براتون بکنیم. هر نظری در مورد آنباکس کیمدی دارید تو کامنت ها بنویسید و ممنونم تا آخر این ویدیو همراهمون کردید و تا ویدیوی دیگر خداحافظ.